آیا عیسی مسیح مانند آدم است؟ برخی میگویند که عیسی شبیه به آدم است. آدم از خاک آفریده شد، اما عیسی مسیح از طریق روح خدا به دنیا آمد. کتاب مقدس میگوید به واسطه نافرمانی آدم همه انسانها نزد خداوند گناهکار شدند، اما به خاطر اطاعت عیسی مسیح همه از سوی خداوند عادل شمرده میشوند. رومیان 5:19. اینجا می‌خوانیم که آدم نسبت به خداوند نافرمان بود، اما عیسی مسیح مطیع بود. چگونه میتوان آدم و عیسی را یکسان دانست؟ آیا نافرمانی و اطاعت یکسان هستند؟ علاوه بر این، آدم مسیح نامیده نمی شود. آدم کلمه خدا نامیده نمی شود. آدم بیماران را شفا نداد. مردگان را زنده نکرد و آدم باز نخواهد گشت، اما عیسی مسیح باز خواهد گشت. عیسی مسیح نجات دهنده است و آدم این گونه نیست. عیسی به هیچ وجه قابل مقایسه با آدم نیست. آیا تو نیز می‌خواهی از گناه آزاد شوی؟ دقیقاً به همین دلیل عیسی مسیح آمد تا ما را از گناهانمان آزاد کند. از او بخواه که این کار را برای تو انجام دهد. او خدای زنده و پرجلال است که می‌تواند تو را از تاریکی به نور پرجلال خود بیاورد.